گایز اومدیم سراغ سلاخی دزد. اونم 2 تا نسخه ها. اول نسخه اولش رو میریم، بعد میریم نسخه دومش. هر دوتاش به شدت خشنه، پس دیگه مراقب خودتون باشین. اگه حالتون به هم میخوره نبینین. عشق من این لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. Here we go. این نسخه اولشه که شبیه سلاخی معلمه. خب نسخه دوم شبیه سلاخی همسایه است که خیلی کیفیتش بیشتره. بیاین اولیه رو بریم. هر وسیله‌ای که هست رو امتحان میکنیم. 10 تا وسیله داره. خب بیا آقا از کجا شروع کنیم؟ با شمشیر شروع. میگه توی باکستن شمشیر. با این بریم، با این قلهه که داخل آکواریومه. این دزده است، اومده دزدی، بعد ما هم دیگه صابخونه ایم دیگه. آها گفت صندوق رو مثلا براش باز بسش. سشوا رو انداخت تو آب. سشوا رو انداخت تو آب بچه، برق گرفتش مرد. وای میخواست عمدن یارو دستاشو بکنه تو آکواریوم، بعد چیز سشوا رو بندازه داخلش. خب دیگه چی هست؟ این چیه؟ این دمبله؟ عصبانی شد وسط گیمش، دزد اومده تو خونه، گردنشو گاز گرفت. دمبلو برداشت محکم زد تو سرش. خب بعدی چیه؟ تا الان 2 تا از وسیله ها رو رفتیم. سومی این بطریه رو بریم بچه ها. این بطریه چجوریه؟ میدونستم قراره اینجوری باشه. این دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشه. 2 تا ضربه اینجوری میزنه، ولی اون یارو بکیور باس بچه‌ها رئیستون رو تیکه تیکه کنی، اون خیلی با جزئیات نشون میده همه چیو. یعنی مثلا خوشگل یارو رو پاره میکنه. حالا بریم برای این کوته. اینجاست. این میشه 4مین آیتمی که رفتیم تا الان. گونیه، من فکرم کوته. یه گونیه که یه مار توش بود. شوت هم زیرش میدی، مشتم میزنه. مرد. بازش کن ببینیم چه اتفاقی براش افتاده. ببین خشونتش کمه. دومیه فکر کنم خیلی بد باشه بچه خشونتش، پس دومیه ساب کنیم. ببینم دیگه چه آیتمی هست. دمبل رو رفتیم. این باکسه رو بریم. این باکسه. خب آچار فرانسه بود. شاغو رو زد تو پاش. اون یکی هم تو اون پاش. چجوری داد میزنه. همین. سومیه. نه نگو کجا. زد تو مغزش سومیه رو. این بد خشن بود. این خیلی خشن بود. خب شمشیرها رو که فقط تو سایت boxing.com میتونیم چیز کنیم. دیگه چی داره؟ اینم میتونیم بشه. اینم میتونیم. این میشه 7مین آیتمی که داریم تست میکنیم. فرو کرد تو قلبش. چقدر راحت مرد. اونقدر هم راحت نمرد، چه با درد مرد. یه مشتم زد تشتی سرش. خب ببینم دیگه چه آیتمی هست. این دره هم هست. ببخشید وقتی میزنی روشون حساب میکنه، بعد از اینکه با وسیله استفاده کردی حساب نمیکنه، پس قبلیه 6مین بود. خب الان میتونیم بریم برای در رو بزنیم، میشه 7می. خب در باز کرد، رفت در از روش قفل کرد فکر کنم. بابا چی میخواد بشه؟ الان فقط در رو از روش نسی. کل
اتاق تو داغون کردی که فقط با ماشین بیای داخل خونه بزنی بهش؟ نه خشن بود نه منطقی، اصلا من نمیفهم. این اصلا جالب نبود دوستان. یه کتاب که اینم تو باکس.کامه. دیگه چی داریم؟ این درکشوه، این میشه 8مین. داخلش سکه دید. با مشمع داره خفش میکنه. مریضیم نه بچه از این چیزا لذت میبریم. آی خدا. ولی جدی اونقدر خشن نبود. بچه رفتم اون نسخه دومیش رو چک کنم ولی متاسفانه پولی بود و به دلار بود. اگه به تومن بود میتونستم بخرمش براتون، چون که به دلاره باید به حساب خارجی داشته باشی و من فعلا حساب خارجی باز نکردم که بتونم بخرمش. به همین خاطر اومدم سراغ یه سلاخی دیگه. Don't back your boss with super power، یعنی رئیس خودتو با قدرت‌های فراانسانی ضربه نزن، نابود نکن. اینجوری میشه معنیش حدودا. کلی بخوام بهتون بگم بچه این همون سلاخی رئیسه ولی خب با قدرت‌های مثلا مرد عنکبوتی و سوپرمن و هالک و مثلا قدرت‌های مختلف ابرقهرمان است. برو بریم ببینیم اینم خشن میتونه باشه. انواع چیز داره، سوپر پاور داره. بذار ببینم چند تا، 13 تا داره بچه. بریم سراغ هر 13 تاش. ببین دوباره رئیسه داره سرمون غر میزنه. خب مثلا با این بریم بزنیمش. نکن شمشیر چیزه جنگ دستشو قطع کرد. این خشنه، این خشنه. میبینی قدرت های فراانسانی هست. نه این خیلی خشنه. این خیلی خشن بود. بعدیشو بریم امتحان کنیم. این سوتر رو رفتیم 13 تاست دیگه، یکیشو رفتیم. دیگه چی داره؟ این شورته. این چیه؟ برم ببینم. این جیبه؟ آها با این چراغه میتونه کوچیک کنه طرفو. چه کوچیک شد. مثل یه سوسکی لهش کرد. اصلا این نسخهش خیلی تخیلی. دیدی مثل یه سوسکی لهش کرد کلا. بذار بریم سب کن. یه دونه وسیله. این عینکه. این فکر کنم الان لیزر بده. بذار یارو هیچی دیگه ازش نموند که بفهمه چی شد. مرد رفت اون دنیا. هیچی ازش نموند. 3 تا از روشش رو رفتیم. خب بعدی دیگه چیه؟ این ماسکه. این ماسکه رو بدیم ببینیم چیه. وقتی یارو رو تیکه تیکه میکنه بهم حال میده. یخش کرد بعد تیکه تیکش کرد. چقدر این غراش رو اعصابه بچه. بذار یه چیز دیگه امتحان کنیم. الان کارتو میسازم. این چی؟ این چی؟ شکلات این؟ این باند سره. هیدبنده. یارو تیکه تیکه کرد. پاره پوره شد اصلا. هیدبنده رو زد. کلی کلون و کپی از خودش درست کرد. لشکری رفتن رئیسه رو پاره کرد. خب دیگه چی هست؟ این چیه؟ این چیه؟ اینو برش داریم. خب فلوته. فلوته زلزله ایجاد میکنه. چی داره میشه؟ گودزیلا رو احضار کرد. گودزیلا رو احضار کرد. رئیسه رو خورد. خودش هم گذاشت رو سرش. خیلی تخیلیه خیلی. وای این چی؟ این چیه؟ این پنجه های ولورینه. خب
یارو اصلا نفهمید چجوری مرد. وای پرام خدایا. دوباره برگردیم واسه سب کن. الان حالتو میگیرم دوباره. 7 تاشو رفتیم بچه. چقدر دیگه میمونه؟ 6 تا دیگه داره. این دستکش مرد عنکبوتیه. خب با چه تعجبی نگاه میکنه. کشتش. یارو رو پشت کمد له کرد. حال میده. ولی نمیدونم کرم دارم سادیسم دارم. دیگه چی داره اینجا؟ اینکرم رفتیم. اینجا چیزی نیست. آن دستکش های هالکه یا دستکش بوکس چیه؟ میخوره دستکش هالک. میگه چجوری جرأت دیگه قشنگ به روش همون هالک تو انتقام جویانه یک زد چیز کرد، کشت رئیسو. پرام 4 تا دیگه روش بیشتر نداره. این شورتر رو رفتیم. اینجا چیزی نیست. رو کله خود یارو چیزی نیست. همه آیتم ها رو باید استفاده کنیم، نباید یه دونه رو هم فراموش کنیم. این چکش تور. مغزشو پاچید. دیدین؟ خیلی بد بود. 3 تا روش دیگه داره. اون 3 تا رو ما پیدا کنیم بچه. اینجا این شنله رو نرفتیم. شنل سوپرمنه. خب اوه رفت تو جو. داره کف از دهنش میاد. اونجا خب اکسیژن نیست دیگه. سوخت تا برسه. سوخته کامل. نابود شد یارو. هیچی ازش نموند. میگم هیچی نموند، فقط یه کفش ازش موند. خدایا. خب بریم ببینیم دیگه. 2 تا روش دیگه بیشتر نداره. اون 2 تا رو هم باید پیدا. این دستکشه رو رفتیم. خب اینجا چیزی نیست. اینو نرفتیم. این توپه چیه؟ How dare you! نه بهش رام کن. خب حداقل نشون میدادی یارو کجا رفت، چه اتفاقی براش افتاد. بچه فقط یه روش دیگه میمونه که اون روش رو پیداش کنیم. تو زمین نیست اینجا. نگاه کنیم همه رو چون رفتیم تقریبا. یه دونه دیگه مونده. فقط باید بگریم پیداش کنیم. رو صورت خودش نیست. ببینم. یه دونه بتمنی هم داره. بتمنی. این فولوتر هم رفتیم. اینجا ها چیزی نیست. اینم رفتیم. ولورین هم رفتیم. واقعا دیگه من چیزی به ذهنم نمیرسه. حس میکنم همه رو رفتیم دیگه. هیچی نمونده. اون چیز آخریه دیگه به احتمال زیاد خیلی با کوچیک باشه که نبینمش من. خدا سب کن. اینجاها باید دیدمش. تموم شد رفت. حال کردیم دیگه. اینقدر گشتم تا پیداش کنم. یه کیوبه. اوه الان سوراخش میکنن. بالاتنش کلن ترکی. چند تا قطعه بودن سرهم شدن. ربات شدن. شلیک کردن یارو رو کشتن. رئیسه رو. بعد سرهم شدن. یه ماشین شد. تمام شد. کشتیمش یارو رو.